از روی نقشه چاره‌بینی‌های شعبه کار با جوانان و ورزش نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده از اول ماه می سال روان بخشیده به روز جوانان و 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک دایره وسیع جوانان چاره‌بینی‌های فرهنگی، فراغتی و ورزشی به نقشه گرفته شده گزارده شد. این بعد محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده یک برنامه جالب و رنگین را پیشکش ساکنان این گوشه کشور گردانیدند. در چاره‌بینی از طرف خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نمایش هنرها، برنامه‌های جالب، صحنه‌های دیدنی، سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه نمایش داده شد. امروز در شهر ترسونزاده 139 مؤسسه تعلیمی بوده، از آن 71 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 31 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 23 مؤسسه تحصیلات ابتدایی می باشد. همچنین یک خانه کودکان و 11 کودکستان‌های نزد شعبه معارف و کارخانه واحد دولتی شرکت آلومین تاجیک فعالیت دارند. قابل ذکر است که دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام این مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده اجرای خود را یافته است. من در برنامه فرهنگی فراغتی که در نوروزگاه برگزار گردیده ایستاده است، مثلا تمام خوانندگان مؤسسه تعلیمی حدود شهر ترسونزاده با یک تیاری خوب آماده مثال خود را یک استعداد و تالنت خود را نمایش داده ایستادند که مثلا رقص، بازی و هنرهای مردمی که از قبیل کشیده دوزی، کندکاری، رسمی و غیره ها از جانب خوانندگان مؤسسه تعلیمی به معرض تماشا گذاشته ایستادند. در حقیقت محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده با نمایش برنامه جالب اثبات نمودند که تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وطن عزیز خود را دوست می‌دارند و برای پیشرفت آن سهم می‌گذارند.